الان بچه امروز میخوام یه کولر گازی با قیمت خیلی مناسب درست کنیم با موتور یخچال و گاز R134. چیزایی که نیاز داریم: یه موتور یخچال لوله مویی میخوایم که هولوش 100 تومن پامون در اومد، این درایر هولوش 40 تومن پامون در اومد. یه اواپراتور هم نیاز داریم با یه فیبری که این اواپراتور رو بذاریم که این فیبری مثل همینجوری که من گذاشتم، و اینم کندانسورمونه. درست کردنش هم خیلی راحته. الان با هم دیگه میریم درستش میکنیم. این اواپراتورمونه، اواپراتور یخچالیه. بریم الان اینجا رو جوش بدیم. درایر کلمب همشه این کلمب اینه میاد داخل لوله مویی اینجا. خب الان باید سیستم کولر رو شارژ کنیم. همونجوری که می‌بینید این برفک زده قشنگ بعد لوله مویی. این لوله هم گرمه. دما -9 اینور 28 درجه.